سلام، این هفته در آفساید دفتر اتحادیه اروپا در تهران، مرکز دیپلماتیک یا لانه جاسوسی. در حالی که بعد از انتخابات آمریکا در درون نظام موج شوک و وحشت هر دو جناح رو فرا گرفته بود، خامنه‌ای خیلی زود آفتابی شد تا بسیجی‌های وحشت زده رو راستوریس کنه، اما بیشتر وارد تونل وحشتشون کرد. البته این دولتی که بناس بیاد که هنوز نیامده، او حالا هندوانه در بسته است، نمیدونیم حالا تو چی در میاد. بعضی از دستگاه‌های دولتی دچار ناامیدی میشن، میگن آقا نمیشه. جوان بسیجی ممکنه یه وقتی در یه برهه‌ای دچار ترس بشه، از نفوذ باید ترسید. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری در آمریکا خاطر نشان کردند آمریکا همان آمریکاست و در 37 سال گذشته هر یک از دو حزب که بر سر کار بودند هیچ خیری که نرساندند، دائما نیز شر آنها متوجه ملت ایران بوده است. البته من نمیدونم اون نامه ها رو هم جزو این شرارت ها حساب میکنی یا نه. اون نامه بود که خصوصی و مخفی میومد. حالا خودت اون رو نزن دیگه، ما که میدونیم دیگه، نامه گرفتی دیگه. ولی از روابط مخفی که بگذریم، در علن همیشه این دیدگاه توی نظام تبلیغ میشد که این آمریکایی‌ها چی میگن؟ اینا یه جوری بودن، اینا بدعهدن، اینا دروغگوان. بله، چون آمریکایی‌ها بدعهدن و آمریکا همیشه آمریکا میمونه و از آمریکا هم برای برجام آبی گرم نشد، دست به دامن اروپایی‌ها شدند. اروپایی‌ها که دیدن طرف پا برهنه اومده و گوشاش آویزونه، تاقچه‌شون رو یک طبقه بردن بالاتر و گفتن که بیا گفتگو کنیم، مرد و مردونه. البته این چند وقت اخیر از طرف اروپا یک زن بود دیگه، یه مرد و یه زن دیگه. من دارم یه نکته درباره سناریو میگم، بعد تو چی میگی؟ نفر اصلی همیشه یه زن بوده. به هر حال اروپایی‌ها گفتن اگر میخوای با ما رابطت همچین گرم و مشتی بشه، باید سر چند تا اختلاف نظر جزئی سر تعریف بعضی کلمه ها با هم یک گفتگویی داشته باشیم. رئیس دستگاه قضا راه برون رفت از اختلاف نظر در باب حقوق بشر را گفتگو دانست. اروپایی‌ها مطرح کردن بحث و گفتگوهای حقوق بشری را، ما هم حرفی نداریم، اما به شرطها و شروطها. ما برجام 2 و 3 و 4 و 5 نداریم. بابا چرا اینقدر جلو میری؟ کی از برجام 2 و 3 و 4 صحبت کرد؟ فقط پارلمان اروپا یک سند تصویب کرد که مسیر این همکاری با ایران رو توش ترسیم کرده و گفته که برای کنترلش هم میخواد یک دفتری توی تهران بزنه. پاش هستی؟ دبیر ستاد حقوق بشر و قوه قضاییه با انتقاد از سند تصویب شده در پارلمان اتحادیه اروپا درباره همکاری با ایران گفت در مذاکرات حقوق بشری با اروپا شرکت نمی‌کنیم. همین الان داداش عمامه‌دارت گفت که ما شرکت میکنیم تو گفتگوی حقوق بشر. این وسط تو کیش میشی؟ در این دفتر ما بیایم NGO ها، مدافعان حقوق بشر و امثال اینها رو بتونیم باشون ارتباط نزدیک بگیریم و از نزدیک ببینیم که ایران تعهدات حقوق بشرش رو انجام میده یا نه. باید به اونا اطمینان بدیم که دستگاه قضایی اجازه تأسیس یه همچین لانه فسادی رو در تهران به کسی نخواهد داد. بالاخره تو رئیسی، داداشت رئیسه. این دستگاه قضایی که میگی دست کیه بالاخره؟ وقتی شما 2 تا داداش حرفتون با هم یکی نیست، دیگه چه انتظاری از جماعت جام زهری داری؟ اونا هم سوار میشن دیگه. یا حتی مثلا من چند وقت پیش دیدم که حتی دستگاه قضایی هم گفت که ما حاضریم، آمادگی داریم گفتگوهای حقوق بشری با اتحادیه اروپا شروع بکنیم و بحث بکنیم. ته خط معلوم شد که این شاموتی بازی های گفتگو میکنیم یا نمیکنیم فقط جست بود و به محض اینکه اروپایی ها گفتن بیایید گفتگو، معاون ظریف یعنی تخت روانچی روانه شد به سمت گفتگوها. ولی برای اینکه خودش رو از تک و تا نندازه و جلوی دلواپسا بگه که ما هم بله،
اینم یه خالی بازی کرد. تخت روانچی البته از اضافه شدن موضوع حقوق بشر و گفتگوهای بانکی در این دور از مذاکرات هم خبر داده و گفته یکی از شروطمون که هم به صورت علنی گفتیم و هم در مذاکرات میگیم این هستش که باید با موضع برابر از موضع برابر باشه، باید احترام متقابل باشه. اگر ما به هیچ وجه حاضر نخواهیم بود وارد گفتگویی بشیم که بخواد این اصول درش رعایت نشه. آره تو مذاکرات برجام هم دیدیم اصول که چه عرض کنم، تمام خط قرمزهای عظما رو خط خطی کردین و سینه‌خیز تا آخرش رفتین. پس گفتگوهای حقوق بشر روی دوره. حالا بریم سراغ همون سندی که پارلمان اروپا تصویب کرده بود، ببینیم اون چه اهمیتی داره. ما می‌بینیم که پارلمان اروپا که پایین ترین در واقع موقعیت در درون اتحادیه داره. ما شما شورای اروپا رو داریم، یه بحث بالاتر تصمیم سازی، اینا فقط یه جماعتی هستن که جمع میشن اونجا بالاخره از چنگایی یه مطلبی رو هم صادر میکنن. عمدتاً هم متأثر هستن از برخی اپوزیسیون ما در سطح اروپا. آقا پس اگر پارلمان اروپا گفته که دیگه مشکلی نیست، اینا که اصلا حرفشون اجرایی نمیشه، بذار دفتری هم بزنن، یه زیرپله‌ای سمت خیابون مولوی اونجا داشته باشن، کسی طوریش نمیشه که، بذار کاسبیشونو کنن. شورای اتحادیه اروپا در بیانیه 10 ماده‌ای که امروز منتشر شد بر گسترش همکاری با ایران در چارچوب برجام تأکید کرد. این اتحادیه البته در اظهاراتی مداخله جویانه با ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران از ایران خواسته آزمایش‌های موشکیش رو کنار بذاره. اینطور که پیداست زیرپله تبدیل شد به فروشگاه زنجیره‌ای. این رو دیگه شورای اتحادیه اروپا تصویب کرده. یعنی ببین بالاتر از این دیگه تو اروپا نداریم. اصل جنسی هم که توش میخوان بفروشن کلکسیونی از جام زهره. این که ترکیب این جام زهرا چی هست رو علم الهدی خیلی شفاف و همچین بسیجی فهم توضیح میده. یه سند راهبردی در چندی قبل در اتحادیه اروپا بعد از برجام تصویب شد. این سند راهبردی چند ماده داشت. ماده اول قبول و پذیرش FATF که تمام بانک ها و ثروت و پول ایران در طیول امریکا و اروپا در بیاد. FATF که میگه فکر کنم معرف حضور هست، یعنی همون پول هایی که توی جیب عباشون قلمبه کردن و باید در بیارن و شفاف سازی کنن که کجا میخوان خرج کنن. بعد به تحریمیایی مثل قاسم سلیمانی و اینا حق ندارن بدن. بعدی عدم حمایت از محور مقاومت در منطقه به ویژه حزب الله. منظورش اینه که گود بای پارتی حسن نصرالله رو بگیر و حسن بای بای، دیگه هرچی کردی با خرج خودت کردی. ماده پنجم محدود کردن فعالیت‌های موشکی. دیگه حق ندارید هر کجا موشک آزمایش کنید. این یعنی سجیل و ازگیل و فلق و زلزال و همه رو اوراق کن، بفرست بازار سدسمال، جام زهر موشکی رو برو بالا. ماده ششم کمک به حل بحران سوریه بر حسب اراده غرب و امریکا. بحران سوریه رو به نفع امریکا تموم کنید. پس بشارم کاسه کوزه مدافعین بشارم جمع کن و عمق استراتژیک هم بیخیال شو. این اسمش میشه جام زهر منطقه‌ای. 7 برگزاری انتخابات آزاد و انجام اصلاحات سیاسی. این فیلتر شورای نگهبان رو باید از روی انتخابات بردارید. دیگه همه چی پر شد رسید به عمامه عظما. آخه ولی فقیه بدون شورای نگهبان و با انتخابات آزاد دیگه ولی فقیه نیست که. ماده 8 اجرای مکانیزم‌های حقوق بشر و پاسخ به گزارش احمد شهید. یعنی هرچی منافقین از شما شکایت کردن بپذیرید و اونها رو جواب بدید و غرامت بدید. توجه خواهش می‌کنم. آقا این همون پارلمانه بود که یه جماعتی بودن هر از گاهی دور هم جمع می‌شدن و یک برگه‌ای هم صادر می‌کردن. چی شد الان دیگه دست دشمنای نظام از توش پیدا شد؟ 9 آزادی زندانی‌های سیاسی. 10 انجام اصلاحات قضایی. عدم اعدام قاچاقچیان مواد مخدر.
بله اینم جام زهر حقوق بشر دیگه. سفره جام زهرای عظما تکمیل شد. حالا در مقابل همه این جام زهرا چی میخوان به نظام بدن؟ اینا آقا برای 10 ماده میخوان یه دفتر سیاسی بیان در تهران بزنن. متاسفانه دستگاه‌های دیپلماسی ما هم با این قضیه موافقت کردن. چی شد؟ دستگاه دیپلماسی واقعا با این قضیه موافقت کردن؟ یعنی کسی تو نظام پیدا میشه که با این قضیه موافق باشه؟ دوستان که با بنده تماس گرفتم برای گفتگو امشب گفتم من موافقم. گفتن که چی؟ گفتم من موافق مشروط هستم. این کواکبیان که داره میگه موافقم خودش یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس ها. یکم جلوتر که میره البته معلوم میشه که موافقمش همون موافقمه. در یک روال طبیعی ما خیلی نباید شود که مخالفتی داشته باشیم. اساساً مخالفت با اینجور دفاتر به ترس از این که اینا میخونن شود که مثلا اقداماتی بکنن من خیلی قبول نمیکنم. اینو اعلام ضعف از قبل هست. ما اگر کلا بگیم که آقا باب ایجاد این دفتر به کلی مسدود اعلام میشود من موافق این نیستم. ببین اینجور حرفا رو میزنی بعدن برات گرون تمام میشه ها، چون داری در میفتی با حاکم خراسان یا همون بوفالوی نظام علم الهدا. خطر نفوذ ما رو تهدید میکند. دارن کارخانه نفوذ رو میسازن و متاسفانه بعضی نخبگان سیاسی ما اینا به اندازه بچه حزب اللهی های کف خیابون بصیرت ندارن. یکی دیگه از اون نخبگان بی بصیرت همین شیخ فریه که هر جا میرسه از برجامش و برای درهای باز رابطه با غربیا له له میزنه. برجام یعنی یک فضای جدید، برجام یعنی تنفس جدید، برجام یعنی دریچه ها باز شده، هوای آزاد آمده. خب باید از این فضا، از این هوا استفاده کنیم، بهره برداری کنیم. بیستیم بگیم پس خب این درها باز شد چه فایده؟ خب درها باز شد که ما کار کنیم. البته سیاست درهای باز یا به قول بعضیا اوپن دور خیلی پیامدهای خوشایندی برای نظام نداره و اونهایی که دنبال بستن شیر ریزش توی نظام هستن از الان دارن هشدار میدن که اگر رفتی توی اوپن دور دیگه چیزی از اعتقاد بسیج باقی نمیمونه. این اصلا باور نمی‌کنی که 2 مرتبه وقتی درهای باز سیاست اوپن دور که میگن درها رو وقتی باز میکنی 2 مرتبه میان دیگه میان. هفته 2 تا جاسوسی ها دارن در دوره پسافرجام یا 2 تا جاسوس دارن میگیرن یا 2 تا جاسوس دارن آزاد میکنن. باز گله گشار اوپن دور یعنی سیاست در باز، درهای باز. خوب یعنی تو اقتصاد، توی فرهنگ، توی علوم صنعت و فلان اینها سیاست درهای باز رو میخوان. داستان نوشاندن جام زهر 2 هفته پیش شیخ خاطره گفت کار منه و کار حسنه، با همدیگه این کار کردیم، نوارینه و خودم نمیگم. یعنی شفاف و روشن میگن عزیزم. اگه از تشخیص نمیده این جریانا رو باید پسرم بره بخوابه، اصلا وقت نداریم بیان. ها این که 2 آتیششون بود دستا رو بالا کرده میگه بریم بخوابیم، یعنی دیگه آب یا بهتره بگیم زهر از سرش گذشته. اینقدر گلو پاره کرد و کسی گوش نکرد. آخه قبلش همین حرفا رو سر سفارت روباه پیر همون انگلستان میگفت، ولی ته خط اون سفارت هم بالاخره افتتاح شد. من میخوام بگم که ما بالاخره در مورد سفارت انگلستان هم یه همچین بحثی داریم دیگه. حالا واقعیتش این است که یه نوع نگرانی‌هایی باید از هر سفارتخونه غربی پس ما داشته باشیم. آقا برای اینکه این دعوا تموم بشه ما یک پیشنهاد معقول میدیم. اصلا بذارید این دفتر اتحادیه اروپا رو بزنن، راه بندازن. هنوز که همش حرفه. بعد اگر دیدید در عمل داره دخالت میکنه یا کارهایی میکنه که خوشتون نمیاد، یه توپ پا برید پیش علم الهدا، یه فتوا میده، امت همیشه در صحنه خط رو میگیرن. این دفتر اتحادیه اروپا جاسوسخانه دوم امریکاست.
نقشی که جاسوسخانه امریکا خواست در انقلابی ایجاد کند و جوانان دلاور ما نگذاشتن، این نقش رو میخواد دفتر سیاسی اتحادیه اروپا بیاد اجرا کنه. این مسلم چنین توطئه‌های سالوس بازانه نفوذ در کشور ما شدنی نیست. همین دیگه، فکر کنم که خط روشنه. اگر دفتر اتحادیه اروپا خواست از اون کارا بکنه، امت همیشه در صحنه هم خودجوش دور ساختمونش جمع میشن و کوکتل و سنگ و بعدم یه دشتی توی ساختمون میکنن و از تلفن تا قاب عکس. به هر حال اینم پیشنهاد ما، خواستی بردار، نخواستی هم دیگه خود دانی. شبتون عالی، خدا نگهدار.